وقتی صدای اسپارتا در خون خفه شد، جنگ تمام نشده بود. جرقه‌ای که در ترموپیل شعله ور شده بود، حالا در دریای اژه زبانه می‌کشید. این بار صحنه‌های نبرد در دل موج‌هاست. فیلم 300 ظهور یک امپراتوری نه یک دنباله مستقیم، بلکه روایت همزمان با فیلم اول است. داستان فرمانده آتنی به نام دمیسلوکیس که در نبردهای دریایی مقابل قدرت ایران می‌ایستد. در سوی دیگر زنی با نامی تاریخی و چهره‌ای خشن ایستاده است. فیلم با نبرد ماراتون آغاز می‌شود. در واقع این نبرد در سال 490 پیش از میلاد میان ارتش ایران و آتنی‌ها رخ داد و با پیروزی آتن پایان یافت. اما فیلم آن را شده یک انتقام شخصی برای خشایارشا نشان می‌دهد. در واقع پادشاه ایران داریوش اول در جنگ کشته نشد و مرگ او 4 سال بعد رخ داده است. خشایارشا نیز به خودی خود تبدیل به خدای شاه نشد. این تصویر ساخته ذهن فرانک میلر و زک اسنایدر است. آرتمیس شخصیتی واقعی در تاریخ است. او ملکه کاریا بود، متحد خشایارشا و در نبرد دریایی سالامیس شرکت کرد. اما برخلاف نسخه سینمایی، او نه یک خون‌آشام دیوانه، بلکه زنی باهوش، سیاستمدار و وفادار بود. در منابع یونانی آمده است که او حتی خشایارشا را از حمله مستقیم به آتن برحذر داشت. اما فیلم او را به صورت یک شخصیت اغراق شده، خشن و اغواگر نمایش می‌دهد. نبرد سالامیس نقطه اوج فیلم است. در تاریخ این نبرد یکی از مهمترین برخوردهای دریایی یونان و ایران بوده است. ارتش ایران از نظر شمار بسیار بیشتر بود، اما یونانی‌ها با ترفندهای نظامی و استفاده از آبراه‌های تنگ موفق به شکست ایرانیان شدند. فیلم بیشتر بر ضرباهنگ حماسی تمرکز دارد تا دقت نظامی. صحنه‌ها پر از آب، خون و آتش‌اند، ولی آیا واقعا به این صورت بوده؟ دمیسلوکیس فرمانده اصلی یونانی‌ها در تاریخ بیشتر به خاطر هوش استراتژیکش شناخته شده تا شمشیرزنی. در فیلم او همچون یونایدس با تن و بدن می‌جنگد، اما این مرد سیاستمداری بود که قدرت آتن رو در دریا پایه‌گذاری کرد. او بعدها توسط مردم خودش تبعید شد، چون سیاست در یونان با شمشیر هم پایان نداشت. از نظر بصری فیلم همچنان ادامه دهنده سبک فیلم اول است. رنگ‌های اغراق شده، حرکت آهسته‌ها، خون‌های پاشیده شده و قاب‌های شبیه به کمیک. اما این بار دریا شخصیت خودش رو داره. موج‌ها، کشتی‌ها و مه حکم جهنم آبی رو دارن. مثل فیلم اول، این قسمت نیز به دلیل نحوه نمایش ایرانیان مورد انتقاد شدید قرار گرفته. چرا ایرانیان همیشه چهره‌های تاریک، بی‌احساس و وحشی دارند؟ چرا یونان همواره مهد تمدن، مقاومت و روشنایی است؟ این سوال پیش می‌آید که آیا با اسطوره‌سازی نمی‌خوایم تاریخ رو مال خودمون کنیم؟ 300 ظهور یک امپراتوری فیلمی پرهیجان، تماشایی و پر از صحنه‌های دیدنی است. اما اگر چشم ما را کمی فراتر از شمشیرها ببریم، با افسانه‌ای مواجه میشیم که به جای تاریخ، غرور را بازنویسی می‌کند. حقیقت در این فیلم جایی دارد، اما در لایه‌ای زیر خون و موج‌ها.